بنگلادش کشوری پرهیاهو و پر سر و صدا در جنوب آسیا با جمعیت زیاد و چالش‌های معیشتی و اقتصادی زیاد. در سالهای اخیر بنگلادش به یکی از ناامن‌ترین و بی‌ثبات‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده که دلیلش میتونه اقتصاد آشفته و نداشتن مدیریت درست حسابی باشه. این کشور نه تنها هیچ پیشرفتی در 2 دهه اخیر نداشته، هنوز هم با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه که باعث شده جرم و جنایت و آزارهای جنسی داخلش بیشتر بشه. یکی از دلایل اصلی جرم و جنایت توی بنگلادش فقر گسترده است. خیلی از مردم این کشور توی شرایط سخت اقتصادی زندگی میکنن و دسترسی به فرصت‌های شغلی مناسب ندارن. این وضعیت باعث شده که بعضی‌ها به سمت فعالیت‌های غیرقانونی برن تا بتونن نیازهای اولیه‌شون رو تامین کنن. از طرف دیگه نبود آموزش کافی و دسترسی محدود به خدمات اجتماعی هم این مشکلات رو تشدید کرده. مشکلات سیاسی هم نقش مهمی توی افزایش جرم و جنایت توی بنگلادش داره. این کشور تو سالهای اخیر با ناآرامی‌های سیاسی و اعتراضات زیادی روبرو بوده که گاهی به خشونت کشیده شده. این وضعیت باعث شده که اعتماد مردم به سیستم قضایی و امنیتی کاهش پیدا کنه و بعضی احساس کنن که میتونن بدون ترس از مجازات دست به جرم بزنن. یه مشکل دیگه که تو بنگلادش وجود داره قاچاق انسان و مواد مخدره. این کشور به خاطر موقعیت جغرافیاییش به یه مسیر مهم برای قاچاقچی‌ها تبدیل شده. این موضوع نه تنها امنیت مردم رو تهدید میکنه بلکه باعث شده که جرم و جنایت‌های مرتبط با این فعالیت‌ها هم افزایش پیدا کنه. طبق آمار و تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی هر ساعت توی بنگلادش هزاران دختر و زن مورد آزار جنسی قرار میگیرن. بنگلادش نه تنها کشور امن و پرهیاهو برای مردم اون هست بلکه توی اون حقوق زنان و کودکان نقض میشه. دلیل این هم باز به فقر گسترده و نداشتن فرصت‌های شغلی توی این کشور برمیگرده. با این حال دولت بنگلادش تلاش‌هایی برای کاهش جرم و جنایت انجام داده. مثلا توی سال 2020 میلادی دولت بنگلادش برای جرم تجاوز جنسی به زنان و دختران مجازات اعدام تعیین کرد. جدا از این مسئله برنامه‌هایی هم برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم راه اندازی کرده و سعی کرده که سیستم قضایی رو تقویت کنه. اما هنوز هم راه زیادی برای رسیدن به یک جامعه امن‌تر و بهتر وجود داره. یکی از مشکلات بزرگ بنگلادش نداشتن خدمات پزشکی پیشرفته و بهداشت فردی و اجتماعی مردم اونها هست. بنگلادش یکی از کشورهایی هست که با چالش‌های زیادی توی زمینه بهداشت و سلامت عمومی روبروه. این کشور با جمعیت زیاد و منابع محدود همیشه تلاش کرده که خدمات بهداشتی رو به مردمش ارائه بده، اما مشکلات زیادی توی این مسیر وجود داره که باعث شده وضعیت بهداشت توی بنگلادش خیلی ضعیف بشه. یکی از بزرگترین مشکلات بهداشتی توی بنگلادش کمبود امکانات درمانیه. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی توی خیلی از مناطق این کشور یا وجود ندارن یا اگه هستن تجهیزات کافی ندارن. این موضوع باعث میشه که مردم به خصوص توی مناطق روستایی دسترسی به خدمات درمانی مناسب نداشته باشن. خیلی وقتها مردم مجبور میشن برای درمان بیماری‌های ساده هم به شهرهای بزرگ سفر کنن که این خودش هزینه و زمان زیادی میبره. یه مشکل دیگه کمبود پزشک و پرستاره. تعداد پزشکان و پرستارها نسبت به جمعیت بنگلادش خیلی کمه و این باعث میشه که خدمات درمانی به درستی ارائه نشه. توی بیمارستان‌ها معمولاً صف‌های طولانی برای ویزیت وجود داره و خیلی از بیماران نمیتونن به موقع درمان بشن. این کمبود نیروی انسانی توی بخش بهداشت یکی از دلایل اصلی ضعف سیستم درمانی این کشوره. از طرف دیگه بیماری‌های عفونی توی بنگلادش خیلی شایعه. بیماری‌هایی مثل مالاریا، تب دنگی و اسهال به خاطر شرایط آب و هوایی و کمبود بهداشت عمومی توی این کشور خیلی رایجه. نبود آب تمیز و سیستم فاضلاب مناسب یکی از دلایل اصلی شیوع این بیماری هاست. مردم توی خیلی از مناطق به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارن و این موضوع باعث میشه که بیماری‌های مرتبط با آب آلوده خیلی زیاد باشه. تغذیه نامناسب هم یکی دیگه از مشکلات بهداشتی توی بنگلادشه. خیلی از مردم این کشور به غذای کافی و مقوی دسترسی ندارن و این باعث سوء تغذیه به خصوص توی کودکان شده. سوء تغذیه نه تنها روی رشد جسمی تاثیر میذاره بلکه باعث ضعف سیستم ایمنی بدن میشه و افراد رو در برابر بیماری‌ها آسیب‌پذیرتر میکنه. یه مشکل دیگه که توی بنگلادش وجود داره نبود آموزش‌های بهداشتیه. خیلی از مردم این کشور اطلاعات کافی درباره بهداشت فردی و عمومی ندارن و این باعث میشه که رفتارهای بهداشتی نادرست توی جامعه رواج داشته باشه. مثلا شستن دست‌ها با صابون یا استفاده از سرویس بهداشتی مناسب. توی خیلی از مناطق رعایت نمیشه و این موضوع به شیوع بیماری‌ها دامن میزنه. با این حال دولت بنگلادش و سازمان‌های بین‌المللی تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت بهداشت تو این کشور انجام دادن. مثلا برنامه‌هایی برای واکسیناسیون کودکان یا تأمین آب آشامیدنی سالم راه‌اندازی شده.
اما هنوز هم راه زیادی برای رسیدن به یک سیستم بهداشتی قوی و کارآمد وجود داره. در نهایت میتونیم بگیم که کشور بنگلادش هنوز خیلی راه داره تا به یک کشور امن و مطمئن تبدیل بشه و مردمش در آرامش و امنیت زندگی کنن. سپاس از شما که این ویدیو رو تماشا کردین. برای حمایت از کانال مجله حق لطفاً سابسکرایب کنید و اگر ایده‌ای دارید با ما به اشتراک بذارید.